به نام خداوند عشق و امید، گروه تولید بازرگانی آوا تجارت دلپسند کار خودش رو تو سال 1994 با هدف تأمین حبوبات مورد نیاز کشور و صادرات مواد غذایی شروع کرد. این شرکت به پشتیبانی تیم مجرب خود توانسته با ایجاد شعب و کانال‌های ارتباطی قوی در کشورهای ازبکستان، قزاقستان، کانادا، امارات متحده عربی و سایر کشورهای هدف مستقیم بدون واسطه و در تمام طول سال از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی محصولاتی با کیفیت و قیمتی رقابتی را به صورت مداوم به دست مشتریان خود برساند. این مزیت‌های رقابتی در کنار افتخار همکاری با کارخانجات بزرگ کنسرسازی، شرکت‌های موفق در زمینه بسته‌بندی حبوبات و عمده فروشان خوشنام سراسر کشور باعث شده تا همگان این شرکت را به عنوان قطب و مرجعی در زمینه حبوبات بشناسند.